صبح سنه 2 اکتبر زنگ تلفنی به نقطه خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند ساعت 3:18 سوختور در اطراف جمعه بازار میکراناهی 18 سری وقت به جای حادثه سوختور دو نقلیات مخصوص آتش‌نشانی سفر برگردید. پس از زنگ تلفنی سری وقت به جای حادثه سوختور دو نقلیات مخصوص آتش‌نشانی سفر برگردید. معلوم شد که حادثه ناخوشی سوختور در جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت سر زده است. مساحت سوختور تقریبا 95 متر مربع را فرا گرفته است. سنه 2 اکتبر سال جاری ساعت 3:18 خبری حادثه سوختور در جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت شهر خوجند خبر آمد. به جای حادثه در حال 2 عدد نقلیات آتش‌نشانی روانه کرده شده. در عموم 5 عدد نقلیات آتش‌نشانی کاربری نمود تا خاموش نمودن سوختور. اساساً در نقطه سودای سنتکنیکی حادثه سر زده است و به دو پهلویش پهن گردیده. ضرر پیشکش عین زمان معین کرده می شود از طرف کمیسیه عمل کننده جمعیت مذکور بعد معین می شود. برای خاموش کردن سوختور 5 عدد نقلیات کاربری کرد. حادثه سوختور در نقطه سودای سنتکنیکی به وجود آمده است. نسبت خسارات، تلفات و هم سبب سوختور کمیسیه کار خود را آغاز کرده است. باید گفت که این سوختور 46مین در حدود شهر خوجند می باشد. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. 9 ماه سال جاری در مقیاس شهر خوجند 45 عدد حادثه سوختور به قید گرفته شده است. ایمین باشد ضرر باشد تقریبا زیاده از 10 میلیون سومانی و ایمین نگاه داشته شده است تقریبا 22 میلیون سومانی. نسبت به سال گذشته 7 عدد سوختور زیاد به قید گرفته شده است. این هم باشد سبب اساسی بسیار شوی سوختورها. این سال همین سال 2023 سرچوی هوا به قید گرفته شده است که این هم باشد از 4 ینور تا 1 فوریه نشان می‌دهد. تحلیل‌های خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند نشان می‌دهد که دام 9 ماه سال 2023 در حدود شهر 45 حالت حادثه ناخوشی سوختور به قید گرفته شده است. ضرر آن بیش از 10 میلیون سومانی را تشکیل نموده است. 29 عدد سوختورها در منزل استقامتی، 7 عدد در انشاءات شخصی، 4 عدد انشاءات دولتی و 5 عددی سوختور در افت-ماشین‌ها رخ داده است که کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند به قید گرفتند. سبب سوختورها این پیش از همه رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری از سوختور است. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.